ماینکرافت اما اگه رنگ صورتی ببینم باید از خودم لخ کنم. اینو که از بچه‌ها داخل کامنت ها گفته بود چیزایی. خب اینجا می‌نویسیم صورتی نو و صبر کنیم تا بازی لودینگ شه. چیزایی که صورتی ان خوک حاجی خوک و اون بایام صورتیه. خب لودینگ شدیم. نه خوکی هست نه بایام صورتی. اگه تا اینجا اومدی کانال رو ساب کن. هدف این ویدیو هم پیدا کردن یه دایمنده. چوبا رو کندم. خب الان میرم اینجا پایین داخل غاره رو بچه بریم نگاه کنیم. بریم پایین غاره رو چک کنیم. امیدوارم دایموند رو پیدا کنیم. در همین اوایل ویدیو بچه ها دایموند پیدا نکردم ولی آهن پیدا کردم. فرق زیاد ندارن. دایموند فقط قوی تره. پیکاکسیناش. خب این دایموند رو بکنیم اون ورا نگاه کنیم. 4 تا دایموند 4 تا میگم آرمورم اونجاست. بچه این 4 تا آرمورم دارم میکنم. خب برم اینو رو بردارم. یعنی بچه ویو ماینکرافت اصلا آدم حال میکنه اینو ببینه. من که دایموند رو پیدا کردم تو همه کامنت بذار. بچه برنده شدم. پشمتون میریزه. تا به حال من تو ماینکرافت برنده نشدم. یا گفتن این قاره رو چک کنن دیدم داخلش دایمونده. بله دیگه بله. بالاخره بردم. بالاخره بعد از 10 ویدیو برم. بچه‌ها اولین چالش که بنا ایده چیزی دارین تو کامنت ها بگین 100% من برنده میشم.